عزیز سلام. با مجموعه ویدیوهای فصل پنجم از دوره آموزشی فوتون تریدینگ در خدمتتون هستیم. در این ویدیو درس دوم از این فصل رو با عنوان لبه چیست براتون ترجمه و دوبله کردیم که امیدواریم برای شما عزیزان مفید فایده باشه. همونطور که در درس قبلی دیدید، بخش بزرگی از موفقیت در معامله‌گری به طرز فکر و روانشناسی شما بستگی داره. در درس قبلی مفاهیم گسترده‌ای رو درباره روانشناسی و ذهنیت معامله‌گری براتون مطرح کردیم و باید بگم باز هم مفاهیم عمیقی در این رابطه وجود داره که بعداً به طور عملی روی اونها کار میکنیم تا بتونید هر سد روانی که ممکنه باهاش دست و پنجه نرم کنید رو برطرف کنید. اعتقاد راسخ من اینه که اگر واقعاً بتونید درک کاملی از لبه در معامله‌گری به دست بیارید و بتونید طرز فکر مبتنی بر احتمالات رو توسعه بدید، اکثر مسائل روانشناختی که ممکنه باهاشون مواجه بشید حل میشه. به همین دلیلم هست که ما قبل از اینکه سراغ چارت قیمت بریم و شروع به یادگیری بخش تکنیکال استراتژی بکنیم، این فصل رو به طور کامل به این موضوع اختصاص دادیم، چون موفق ترین معامله‌گران کسانی هستند که درک کاملی از مفهوم لبه در معامله‌گری پیدا کردن و من واقعا معتقدم که برای موفقیت بلند مدت بسیار مهمه که دقیقاً بدونید چرا، چه زمانی و به چه صورت در بازار لبه دارید. آگاهی در این زمینه به شما این امکان رو میده تا انتظارات خودتون رو به طور واقع بینانه هماهنگ کنید و در فراز و نشیب‌های اجتناب ناپذیری که در سفر معامله‌گریتون تجربهش میکنید بتونید یک طرز فکر عینی رو حفظ کنید. یک فرد مبتدی سیستم یا استراتژی رو پیدا میکنه که بهش گفتن نرخ برد 70% داره و شروع به کار باهاش میکنه، اما پس از برنده نشدن در 7 معامله از 10 معامله ممکنه بسیار ناامید بشه و در اکثر مواقع شروع به جستجوی استراتژی‌های دیگه یا بدتر از اون شروع به تغییر قوانین اون استراتژی در حین معاملاتش میکنه. کاری که در این درس قراره انجام بدیم اینه: میخوایم اصول ریاضی معامله‌گری رو به شما آموزش بدیم که درک این اصول برای موفقیت شما کلیدیه. ریاضیاتی که در این جلسه مطرح میکنیم بسیار ساده است و شما نیازی به حفظ کردن هیچ یک از مطالبی که قراره بگیم ندارید، اما با این وجود یادگیری اونا برای توسعه مهارت معامله‌گری شما ضروریه و مهمتر از اون پذیرش این مفاهیم باعث میشه بتونید در بلند مدت در معامله‌گری به موفقیت دست پیدا کنید. و اما پول و احتمالات در واقع به بررسی احتمال وقوع رویدادهای تصادفی میپردازه. به منظور درک کامل مدل‌های احتمالات در معامله‌گری ابتدا باید بدونید چگونه احتمال یک رویداد تصادفی رو محاسبه میکنن. در اینجا به عنوان نمونه احتمال اومدن شیر در یک پرتاب سکه رو با هم محاسبه میکنیم. احتمال وقوع یک رویداد برابر با تعداد روش‌هایی که اون رویداد میتونه رخ بده تقسیم بر تعداد کل نتایج ممکن. خب در محاسبه احتمال اومدن طرف شیر تعداد راه‌هایی که این رویداد میتونه رخ بده یکه، چون تنها یک راه وجود داره که شما میتونید شیر بیارید و سکه فقط یک طرف شیره. سپس شما این رو بر تعداد کل نتایج ممکن تقسیم میکنید که 2 میشه، زیرا در سکه یا شیر داریم یا خط و 2 حالت ممکن بیشتر نداریم. درسته؟ خیلی ساده است. حالا احتمال اومدن شیر برابر با 1 تقسیم بر 2 که میشه نیم و برابر با شانس 50%. اگر دقت کنید متوجه میشید که احتمال وقوع هر رویدادی همیشه مقداری بین 0 یا 0% و 1 یا 100%. 0 در واقع نشون دهنده یک نتیجه غیر ممکنه و یعنی این رویداد نمیتونه اتفاق بیفته و 1 نشون دهنده یک نتیجه خاص و قطعیه. بنابراین احتمال اومدن طرف شیر در یک بار پرتاب سکه به اندازه احتمال اومدن طرف خطه و هر 2 رویداد شانس یکسانی دارند. درسته؟ بسیار خوب. بیایید یکم جالب ترش کنیم و ببینیم میتونیم یه خورده پول به جیب بزنیم یا نه. خب سام و سارا قراره با هم بازی پرتاب سکه انجام بدن، به این صورت که هر بار سام شیر بیاره برنده میشه و سارا 1 پوند بهش میده و هر بار که سام خط بیاره میبازه و باید 1 پوند به سارا بده. به نظرتون با این شرایط سام چقدر میتونه از این بازی انتظار سود داشته باشه؟ امیدوارم درست حد زده باشید. جواب درست 0 پونده، به خاطر اینکه سام و سارا در نهایت یکدیگر رو خنثی میکنن. درسته؟ و احتمال برنده شدن همون مقدار پول رو دارن که طرف مقابلشون داره.
خب توی این وضعیت تعیین انتظار سود کار ساده ایه و نیازی به محاسبات خاصی نیست، اما در واقع زمانی که رویداد تصادفی مانند معاملات کمی پیچیده تر میشه به فرمولی نیاز داریم که به ما کمک کنه انتظار سود خودمون رو محاسبه کنیم. حالا مطالبی رو که در این مثال تا اینجا گفتیم رو مرور و خلاصه میکنیم. 2 نتیجه ممکن وجود داره، درسته؟ شیر یا خط. به احتمال هر یک از این نتایج 50%. اگر نتیجه پرتاب سکه توسط سام شیر باشه 1 پوند گیرش میاد، اما اگر نتیجه پرتاب سکه توسط سام خط باشه اون میبازه و 1 پوند از دست میده. نحوه محاسبه انتظار سود به این صورت: مقدار سود ضرب در احتمال برنده شدن به اضافه اندازه ضرر ضرب در احتمال باخت. و انتظار سود در اینجا اینطوری به دست میاد که پاداش برد سام یعنی 1 پوند ضرب در احتمال برنده شدن اون که نیمه به اضافه ضرر باختش که منهای 1 پونده ضرب در احتمال باختش که نیمه. بنابراین از نقطه نظر ریاضی سود مورد انتظار سام در این موقعیت 0 پونده و اون نمیتونه در بلند مدت پولی در بیاره. حالا بیاید یکم اعداد رو دستکاری کنیم و ببینیم آیا میشه از پرتاب سکه درآمد کسب کنید. خب این بار سام با سارا مذاکره میکنه و با هم به توافق میرسن که اگر سام شیر بیاره سارا باز هم مثل قبل 1 پوند به اون بده، اما اگر سام خط بیاره و ببازه فقط باید 90 پنس به سارا بپردازه. این اختلاف 10 پنی قطعا میتونه شرایط بازی رو تغییر بده. فرمول انتظار سود رو که به یاد دارید، در شرط قبلی سام 1 پوند برای شیر اومدن برنده میشد و 1 پوند برای خط آوردن از دست میداد. بنابراین انتظار سود اون 0 پوند بود. اما حالا طوری مذاکره کرده که وقتی به سارا در سکه انداختن میبازه 10 پنس کمتر باید به سارا بده و معنیش این میشه که سام الان انتظار سود 5 پنی در هر بار پرتاب سکه رو داره. بنابراین فرمول انتظار سود به ما نشون میده که سام در بازی خودش یک لبه سودآور داره که به ازای هر بار سکه انداختن معادل 5 پنی هست. خب اگر سام لبه اثبات شده ای داره الان باید بشه تضمین کرد که پول در میاره، درسته؟ جواب اینه لزوما نه. چرا؟ چون چیزی که سام با سارا در مذاکره یادش رفت صحبت کنه این بود که اونا چند بار باید بازی کنن و این مورد کاملا حیاتیه. حالا بیاید ببینیم که نتیجه دور جدید بازی بعد از مذاکره چی میشه. اونها بازی رو با 3 بار خط آوردن پشت سر هم توسط سام آغاز میکنند که این یک سناریوی کاملا واقعی در پرتاب سکه است. سام حالا 3 باخت متوالی داشته و الان منهای 2.70 پوند باخته، چون گفتیم در شرایط جدید باید برای هر باختی که نصیبش میشه 90 پنس به سارا بپردازه. اتفاقی که میفته اینه سام دیگه نمیتونه درد باخت رو تحمل کنه، بنابراین تصمیم میگیره با برنده بازی یعنی سارا دست بده و بازی رو رها کنه و بره. بنابراین در اینجا سام با وجود اینکه در بازی لبه ریاضی ثابت شده‌ای به نفع خودش داشت اما پول از دست داد و این همون کاریه که معاملگران دیگه هم همیشه انجام میدن. اونا یک استراتژی عالی با انتظار به سود قوی دارن، اما در ابتدا یا میانه راه بازی رو رها میکنن، کنار میرن یا استراتژیشون رو تغییر میدن قبل از اینکه لبه اونها فرصتی برای بازی کردن پیدا کنه. قضیه از این قراره شما میتونید خوش شانس باشید و میتونید خودتون رو مشغول نتایج درخشان شانسی در کوتاه مدت کنید، اما همیشه با گذشت زمان انتظار سود واقعی شما کارساز خواهد بود. همه ما در مورد افرادی شنیدیم که در لاتاری، قرعه کشی یا میزهای کازینو بردهای بزرگی داشتند و در حالی که در اون بازی انتظار سود منفی داشتن مانند سارا و سناریوی بالا در کوتاه مدت شانس آوردن و قبل از اینکه انتظار سود منفی اونا فرصتی برای کار کردن داشته باشه پول خودشون رو نقد کردن و بیرون اومدن. چی میخوام بهتون بگم؟ چیزی که میخوام بگم اینه که در معاملات هرگز شانس رو با مهارت و احتمال اشتباه نگیرید. پس چطور میتونید اطمینان حاصل کنید که لبه اثبات شده شما همیشه کار میکنه و از مزیتی که سام در برابر سارا به نفع خودش مذاکره کرده بود میتونید استفاده کنید؟ جوابی که برای سوالمون داریم اینه: همه چیز به درک قانون اعداد بزرگ ختم میشه. قانون اعداد بزرگ یک نظریه است که به تشریح نتایج حاصل از انجام یک آزمایش یکسان
در دفعات بسیار زیاد میپردازه. طبق این قانون میانگین نتایج به دست اومده از تعداد زیادی کارآزمایی باید نزدیک به مقدار مورد انتظار باشه و هرچه آزمایش‌های بیشتری انجام بشه میانگین نتایج به دست اومده به مقدار مورد انتظار نزدیک و نزدیکتر میشه. به عبارت ساده تر، اگر لبه ریاضی و انتظار سود ثابت شده ای دارید به نفع شماست که هر چند بار که میتونید اونو اجرا کنید. بنابراین تنها راهی که میتونید اطمینان حاصل کنید که لبه شما در طول زمان عمل میکنه اینه که به استفاده از اون بارها و بارها ادامه بدید. اونچه که این نمودار به ما نشون میده منحنی سود افراد مختلفیه که همگی انتظار سود یکسانی دارند. برخی از اونا ممکنه در ابتدا تعدادی معامله یا دست بازنده متوالی داشته باشن، یعنی در ابتدا پول از دست بدن، و برخی دیگر هم ممکنه تعدادی برد پشت سر هم رو به دست بیارن و رشد حساب خوبی رو تجربه کنند. اما در نهایت همونطور که بازی‌ها یا معاملات بیشتر و بیشتری رو در اون لبه مثبت انجام میدن، در نهایت به ارزش مورد انتظار اون لبه، یعنی میانگین سود مورد انتظار در هر معامله برای استراتژی خود خواهند رسید. بنابراین به عنوان یک معامله‌گر باید یاد بگیرید که از نظر احساسی با این شرایط کنار بیایید. درسته، از نظر احساسی باید بتونید با نوساناتی که جهتشون نامشخصه و در کوتاه مدت نتایج شما رو تحت تاثیر قرار میدن کنار بیایید. و بعد از اونه که وقتی لبه شما شروع به بازی کنه میتونید به ثبات بلند مدت در نتایجتون اعتماد کنید. چه ضررهای متوالی رو در معاملات خودتون تجربه کنید و چه بردهای پشت سر هم رو تجربه کنید، باید بدونید که به زودی برعکس اون رو تجربه خواهید کرد تا زمانی که این وضعیت در نتایج طی زمان به تعادل برسه و به میانگین انتظار سود برای استراتژی خودتون برسید. پس در ابتدا انتظار سود شما میتونه واقعا افتضاح و یا کاملا درخشان به نظر برسه، اما به مرور زمان تعدیل میشه و به تعادلی که در حول و حوش انتظار سود محاسباتی باید باشه باز میگرده. خب من این فایل صفحه گسترده اکسل رو درست کردم تا شما بتونید آزمایش پرتاب سکه خودتون رو انجام بدید. فایل اون رو به پیوست این ویدیو واسه شما قرار میدم. این فایل صفحه گسترده واقعا به شما درک خوبی میده تا ببینید انتظار سود شما از استراتژی و لبتون چگونه در طول زمان کار میکنه. خب در ابتدا چند مورد وجود داره که باید به عنوان دیتا در بعضی از سلولای این فایل وارد کنید. اول اینکه باید مشخص کنید اگر نتیجه شیر باشه چقدر برنده میشید. مثلا 1 پوند وارد میکنید و بعدش باید مشخص کنید که اگر خط بیاد چقدر ضرر میکنید. میتونید هر مقداری که دوست دارید رو وارد کنید. البته یک نکته هم داره که عددی که در بخش ضرر وارد میکنید نباید منفی باشه و باید یک عدد مثبت وارد کنید، چون اگر یک عدد منفی در سلول مربوطه قرار بدین فرمولا کار نمیکنن. و در ستون بی هم باید نتیجه آزمایشات پرتاب سکتون، یعنی نتیجه شیر یا خط رو وارد کنید. حالا شروع کنید و به هر نتیجه‌ای که در شیر یا خط رسیدید اون رو در ستون بی قرار بدین. به جای شیر در سلول مربوطه باید H و به جای خط در سلول باید T قرار بدین. خب دیگه نیاز به ورود هیچ داده‌ای به جز مواردی که گفتم نیست و فایل اکسل به طور خودکار بقیه سلول ها رو محاسبه و پر میکنه و گزارشاتی رو به شما میده که توضیح مختصری دربارشون میدم. شما میتونید آزمایش پرتاب سکه رو به صورت دستی انجام بدید و نتایج اون رو تا 500 بار در سلول های ستون بی ثبت کنید که خود این کار و زمان بر بودنش به شما یاد میده برای رسیدن و دیدن انتظار سود خودتون باید صبور باشید و نوسانات رو تحمل کنید. و البته میتونید برای دیدن امکانات این فایل اون رو در حجم نمونه کوچکتری مثل 20 یا 30 پرتاب آزمایش کنید. در این بخش منظور از سود فعلی مقدار برد و باخت پرتاب فعلی شما به علاوه نتیجه سود و ضرر کلیه پرتاب‌های قبلیتون هست و عددی که در آخرین ستون نشون میده به ما میگه که سر جمع با پرتابایی که تا الان انجام دادیم چقدر در سود یا ضرر هستیم. و البته نتیجه این بخش به صورت نمودار هم برای شما نمایش داده میشه و سوابق سود و زیان شما بر حسب قیمت و نوبت پرتاب برای شما نمایش داده میشه. در این بخش انتظار سود به 2 صورت برای شما نمایش داده میشه. انتظار سود محاسباتی در واقع از همون فرمولیه که در این درس گفتیم و با توجه به متغیرهای مربوطه، یعنی میزان سود و ضرری که در باکس بالایی مشخص کردید و بر مبنای 500 بار آزمایش تخمین زده شده. در واقع منظور از انتظار سود محاسباتی لبه ریاضی شماست. انتظار سود واقعی با همان فرمولی که در این درس گفتیم و با توجه به متغیرهای مربوطه،
یعنی میزان سود و ضرری که در باکس بالایی مشخص کردید محاسبه میشه، ولی بر مبنای نتایج آزمایشاتی است که تاکنون ثبت کردید و یک دید کوتاه مدت رو به شما میده. انتظار سود واقعی در این نمودار برای شما به نمایش در میاد. موارد جالبی که در این آزمایش و کار با اکسل خواهید دید عبارتند از: 1. خواهید دید که در ابتدای کار با ورود اطلاعات انتظار سود محاسباتی ممکن از انتظار سود واقعی بیشتر یا کمتر باشه و علتش اینه که لبه‌ای که در نظر گرفتید ممکن از طریق توزیع تصادفی به نفع یا ضرر شما عمل کرده باشه. یعنی مثلا تعداد زیادی شیر پشت سر هم در ابتدای کار اومده باشه. و اما خواهید دید اگر آزمایش را 500 یا 1000 بار انجام بدیم، انتظار سود واقعی به انتظار سود محاسباتی نزدیک و نزدیکتر میشه. 2. خواهید دید که در ابتدا میانگین سود شما واقعاً بی‌ثباته و در هر جای نمودار برای خودش نوسان میکنه و در ابتدای آزمایش حتی نتیجه یک پرتاب میانگین سود به دست اومده رو به شدت جابجا میکنه و مثل این میمونه که یک ضربان قلب بزرگ داشته باشیم، ولی به مرور زمان و با انجام آزمایشات بیشتر نوسانات کوچکتر و کوچکتر میشه و با تعداد آزمایشات بیشتر از بین میره و در انتهای منحنی نوسانات سود فقط خطوط صاف رو خواهیم دید. 3. با دیدن ستون شیر یا خط که نتایج آزمایش پرتاب رو در اون ثبت کردین، متعجب خواهید شد که ممکنه حتی ببینید بیش از 10 بار یک طرف سکه به صورت متوالی اومده باشه، یعنی مثلا 10 بار پشت سر هم شیر اومده باشه. 4. یک خبر خوب اینکه فایل اکسل رو هم به همراه توضیحاتش براتون ترجمه کردیم و کار رو براتون راحت و جذاب کردیم. من واقعا شما رو تشویق میکنم که یه سکه بردارید و 10-20 بار آزمایش پرتاب سکه رو انجام بدید و فکر کنم بعد از ثبت نتایج آزمایشی که انجام دادید از شیر و خطایی که در همین 20 بار آزمایش ممکنه پشت سر هم بیان متعجب بشید و ازتون میخوام نتیجه آزمایش رو به خاطر بسپارید و به خصوص زمانی که دارید در لایو مارکت به معامله میپردازید این آزمایشی که انجام دادید نتیجهش رو به یاد بیارید. میدونید شما لبه خوبی دارید، اون رو در بررسی گذشته بازار دیدید و تستش کردید و نرخ برد نسبتاً خوبی هم دارید، اما ناگهان متوجه میشید که 3، 4، 5 یا 6 باخت پشت سر هم میارید و شروع به شک و سوال و تردید و هر چیز دیگه ای میکنید. ازتون میخوام فقط یک سکه بردارید و این کار رو انجام بدید و خواهید دید که نرخ برد 50% میتونه بسیار خوب باشه، به خصوص اگر ریوارد به ریسک بالایی داشته باشید که بعداً در درس 4 بیشتر براتون توضیح میدم و خواهید دید که ماهیت تصادفی واقعی لبه چگونه میتونه فرصت عمل پیدا کنه. شما باید این رو به خاطر بسپارید که در ابتدا نوسانات زیادی وجود خواهد داشت و شما باید در ذهن خود از زاویه درست به قضیه نگاه کنید و به بلند مدت فکر کنید. هرچه بیشتر این کارآزمایی رو انجام بدید، اونچه خواهید دید اینه که نوسانات بزرگی که در ابتدا وجود دارن همچنان که در نمودار جلوتر میریم تبدیل به یک خط صاف میشن که نزدیک به انتظار سود شماست و در حول اون نوسان بسیار کوچکی خواهند داشت. هر عددی که دوست دارید رو تست کنید و باهاشون بازی کنید، کم و زیادش کنید و ببینید لبتون چه تفاوتی میکنه. البته لبتون باید مثبت باشه. شما خواهید دید که دستکاری ها و آزمایشاتی که انجام میدید مستقیما روی انتظار سود محاسباتی تاثیر میذارن و هر چقدر اختلاف بین سود در مقابل ضرر بیشتر باشه، انتظار سود محاسباتی در بلند مدت بیشتر میشه. ازتون میخوام حتما این آزمایشات رو انجام بدید، نتیجه رو ذخیره کنید و این فایل اکسل رو برای همیشه حفظ کنید، چرا که انجام این آزمایشات به شما بینش مناسبی در مورد اینکه لبه چیست میده.